با سلام خدمت خانواده بزرگ پارس کریپتو. همونطور که قولش داده بودم امروز میخوام براتون طرز کار ربات مگنام آموزش بدم. وقتی روی باد کلیک میکنیم میایم به این قسمت که باید استارت بکنیم. استارت رو میزنیم. باید توی کانال و گروهشون جوین بشیم. ابتدا کار رو انجام میدیم. بعد از این کار به مین منو میریم. باید ما یه والت یا ایمپورت بکنیم یا بسازیم. واسه این کار روی همین قسمت والت منیجر بات میزنیم. استارت مین منو. خب اینجا هم میتونید ایمپورت بکنید. اگه والتی دارید میتونید اینجا با توسط اون 12 کلمه‌ای که داشتید میتونید ایمپورت کنید والتتون رو، که من پیشنهاد میکنم این کار نکنید. والت های اسنایپرتون همه جدا باشه و مقدار کمی هم توش حالا اون کوین مد نظرتون رو بریزید. ما کریت میزنیم، یه والت میسازیم. ترجیحاً سولانا حالا ما انجام میدیم. اتریوم و BSC هم میتونید از این قسمت انجام بدیم. سولانا رو کلیک میکنیم، یه اسم براش میذاریم، سولبات. خب اینجا پرایوت کیتون رو بهتون میده. اینم 12 کلمتون. این هم آدرس والتتون که خودتون دیگه منیج بکنید، مدیریت بکنید. اینا رو جای امن قرار بدید که دست کسی نیفته. خودتون هم گمش نکنید که به مشکل نخورید. یه بک میدیم، میریم توی مای والت. خب این کل چیزی هست که الان به ما داده. برمیگردیم به این قسمت. یه دونه چیز دیگه واسهتون واضح شده. بات دیگه این منیج والتتونه، یعنی داراییاتون اینجا میتونید ببینید یا آدرستون رو اینجا کپی بکنید. ما برمیگردیم توی مگنام ترید بات. خب این قسمت ذره تنظیماتش رو انجام میدیم. میریم توی ستینگ. یک گس ستینگ داره که اینو زیاد باهاش کار خاصی نداریم. حالا گس همون رشوه است که مثلا شما پول بیشتری پرداخت بکنید که برای شما رو زودتر مثلا انجام بده. حالا اگه دوست داشتید میتونید تنظیمات رو انجام بدید. برمیگردیم این قسمت. تنظیمات اینجا رو انجام میدیم. این آنتی راگش رو فعال بکنید. آنتی راگ چیه؟ اون قسمتی که یهو اون دیولپر یهویی تصمیم میگیره کل پول خارج بکنه یا تکس رو زیاد بکنه، ربات تشخیص میده و قبل از اینکه اون کار خرابکارانه انجام بده شما خارج میشید. این آنتی هانی، این هانی پاتتون هم فعال باشه. وقتی میخواین توکن رو بخرین بعضیا دیدین هانی پات یعنی قابل فروش نیست. این روشن باشه که اگر هانی پات بود واسهتون خرید انجام نمیده. خب ما بک میزنیم. الان تقریبا آماده ایم واسه اسنایپ کردن. حالا من یه لحظه پازش میکنم برم یه کانترکت بیارم، ادامهش رو انجام. خب ما آدرس بانک رو اینجا کافیه فقط پیست بکنیم و ارسال بکنیم. الان همه چی آماده است تا برای ما اون مقداری که میخوایم رو خرید بکنه. حالا 1/10 سول، 2/10، 3/10، 5، 1 و یا اینکه دستی انجام میدید. حالا هر چقدر که میخواید اینو که بزنید. مثلا میخواین 5 سول بخرید مثال. اینجا آماده است که برای شما 5 سول خرید انجام بشه و به محض اینکه بای رو بزنید
اتوماتیک انجام میشه. از این قسمت میتونید لیمیت اوردر بذارید، کلیک میکنیم. خب اینجا برای بای هستش، مثلا میگه که اگر منفی 10% اومد پایین باسم بخر، 70% اومد پایین بخر. اینجا کاستوم میکنید 200%، 100% اومد این توکن پایین باسم بخر. یا اینکه قیمت بهش مشخص میکنید، مثلا میگید روی قیمت الان چقدر، 4147، مثلا میگی روی 501 اومد برای من خرید رو انجام بده. اینجا که مشخص کرده بودیم چقدر سولانا میخوایم واسه این کار. خب ما لیمیت رو فعلا میبندیم. آتوسل اگر فعال بکنیم برای ما فروش اتوماتیک انجام میشه. مثلا اینجا بهش میگه آقا اگر 1000% سود داد برای من اتوماتیک بفروش این بالا 1000%. اگر منفی 30% شدم واسه من حد ضررم رو حالا مثلا 30 رو میکنیم 40 ببینیم اعمال میشه. اینجا شد 40. این بالا هم میتونید مشاهده بکنید. خب این لیمیت هم باید فعال باشه تا کار انجام بشه. خب میرسیم به بخش فروش. فروش هم همونه، اینجا بهش مشخص میکنید که چند درصد از توکن هاتون رو بفروشه. مثلا میگیم 50% توکن های منو برام بفروش. وقتی که مثبته اینجا میتونید تنظیم کنید، مثال 100% که شد 50% رو برای من بفروش. اینجا میبینید که اعمال شده 50% از کل توکن هاتون رو وقتی 100% شد میفروشه، یعنی اصل پولتون رو تقریبا میتونید بکشید بیرون. و یه چیز مهم توی اوردر گذاری که این حتما باید اینجا اینو کلیک بکنید. اگر کلیک نکنید اعمال نمیشه، باید بره تو حالت پندینگ. هر لیمیتی که میذارید حتما بعدش این رو بزنید. خب این از بخش خرید و فروش دستی و اتوماتیک. میریم بخش کپی ترید. این هم کپی ترید. سولانا رو انتخاب میکنیم. اینجا میگه اون آدرس تو والتی که میخوای روش کپی کنی به من بده. من برم یه آدرس همینجوری پیدا بکنم بیارم. خب یه آدرس آوردم رندوم، انجام میدیم. به محض اینکه سند میکنی اون آماده میشه که دستورات بعدی رو بهش بدیم. سولباتو که بزنیم به همون میگه چه مقدار سول میخوای بگیری. مثلا من میگم 1/10 سول. خب به محض اینکه میزنیم این صفحه واسمون باز میشه. الان فعلا این اکتیوه. اگر اکتیوش بکنید هر زمان که این دوستمون حالا آدرس والته هر خریدی انجام بده برای شما هم اون مقدار سولی که واسش تعریف کردی 1/10 میخره. هر جا که بفروشه پشت سر ایشون شما میتونید بفروشید. از این قسمت هم ست کپی اسکیل میتونید اگر پشیمون شدید هر مقداری سول کم و زیاد بکنید از اینجا انجام بدید. ببینیم دیگه بخشی میمونه، دیگه بخش خاصی نمیمونه. امیدوارم که واسهتون مفید بوده باشه. اگر بازم سوالی بود بنویسین، اگر در توانم بود و میدونستم حتما بهتون توضیح میدم. موفق و پیروز باشید.